تا حالا این ضرب المثل شنیدیم که میگن کسی که به یک کار به همه کار، کسی که به همه کار به هیچ کار. یعنی که کسی که یک کار رو انجام میده همه کاری انجام میده و کسی که همه کاری میخواد انجام بده هیچ کاری انجام نمیده. این ضرب المثل یه مثال نقضی میتونه داشته باشه. تا آخر ویدیو رو ببینید. بله، شما هیچ وقت نمیتونید روی دوتا موضوع همزمان تمرکز کنید. مثلا اگر که دارید درس میخونید همون لحظه تمرکزتون روی این باشه که بیزنستون چطوری بچرخه. 100% این کار غیر ممکنه. اما ما 24 ساعت داریم و این 24 ساعت با برنامه ریزی میتونه تقسیم بندی بشه بین کارهای مختلف. مثلا شما 8 ساعت درس بخونید و در کنار این 8 ساعت 1 ساعت رو به ورزش اختصاص بدین. اما تایمی که ورزش میکنید به درس فکر نکنید، تایمی که درس میخونید به ورزش فکر نکنید. و ورزش و درس یک مثال بود صرفاً. من حتی اینو در مورد کسایی که چند تا پیج کاری تو اینستاگرام هم دارن شنیدم که اگر یک پیج داری اون پیج دیگر رو ببند. نه، اگه شما زمان بندیتون درست باشه و صرفا در یک زمان به یک کار تمرکز کنید به همه کارهاتون میتونید برسید. پس گول این ضرب المثل الکی مثل این که کسی که به همه کار به هیچ کار، کسی که به یک کار به همه کار رو نخورین. این ضرب المثل. همین موضوع برنامه ریزی یه مثال نقض مهم برای این ضرب المثل.